موجوداتی که باور نمی کنید روزگاری در این سیاره زندگی می کردن. هلیکوپریون. آیا کوسه ها شما را وحشت زده می کنند؟ خب حال یک کوسه را با اره حلقه‌ای در دهان تصور کنید. فسیل های این هیولای 7 متری قدمت 270 میلیون ساله دارند. تیتانابوا، هیولای 13 متری با وزن 1 تن که حتی کرکودیل ها را در منوی غذایی خود داشت. فقط باید خوشحال بود که این موجود 58 میلیون سال پیش منقرض شد. لوایتان. این موجود حتی غیر قابل توصیف است. لوایتان حتی می توانست مگالودون افسانه‌ای را به قتل برساند. شکارچی رأس هرم که نهنگ‌ها و کوسه ها را در حدود 9 تا 13 میلیون سال پیش به وحشت می‌انداخت. بند پهلو. اوه، نمیدونید چقدر خوشحالم که با این موجود هم دوره نیستیم. ژارپایی که 2.5 متر طول و 10 کیلوگرم وزن داشت. زرهی بسیار سخت داشت و در حدود 290 تا 340 میلیون سال پیش میزیست. قسمت دوم به زودی.